همه اینها رو اگر داشته باشیم، آگاه باشیم و اشرافش داشته باشیم، اما ابزار کار خودمون رو نشناسیم، یه جای کار همیشه میلنگه. گفت این ابزار کار ما مثل چی میمونه؟ مثل اون اره میمونه که دست اون فردی قرار میدیم که میخواد قرار تکه‌های چوب رو در پایان روز به ما تحویل بده. اگر اون فرد بلد نباشه اره رو چجور دست بگیره یا چطور ازش استفاده کنه یا آگاهی به این نشه که بررسی کنه این وسیله خودش رو، ابزار کار خودش رو، یا آگاهی به این نداشته باشه که ابزارهای بروزتری اومده که خیلی بهتر میتونن ببرن و دقیق‌تر، همیشه توی کار خودش کند پیش میره یا گاهی اوقات با آسیب‌هایی که تو اون جریانه میبینه ول میکنه، کارش رو ترک میکنه و میره پناه میبره به این محیط کار جدیدتری. گفتیم ابزار کار فروشنده ارتباطه، قدرت ارتباطشه، اینکه بدون ابعاد ارتباط در جامعه‌ای که داره فعالیت میکنه چه شکلی و چه اندازه‌ای. گفتیم ارتباط دو شکل داره به صورت عمومی، یه ارتباط کلامیه و یک ارتباط غیر کلامیه که به بادی لنگویج معروفه. گفتیم ارتباط کلامی خودش ارتباط دو سویه است، یعنی یه طرفش شنونده است و یه طرفش گوینده. حالا واسه اینکه یک ارتباط کامل بشه البته به ابزار ارتباط و خود پیام هم نیاز داریم. گفتیم اما هر گفت و شنودی و ارتباط کلامی به عنوان مهمترین ابزار ارتباط انسان‌ها، هر گفتگوی موفق و مؤثر و با طول عمر مناسبی نیست، مگه اینکه گوینده و شنونده یک خصوصیاتی داشته باشن که برای ما این نکتهش مهمه، این قسمتش مهمه، داریم بررسیش میکنیم، چون ما میخوایم تو حوزه فروش فعالیتمون رو دامنه دار کنیم و پیگیر کنیم، میخوایم رابطمون رو با مشتریامون عمیق‌تر کنیم، اونا رو تبدیل کنیم مشتری دائممون، همیشگیمون. درسته؟ گفتیم بس گوینده باید یک خصوصیاتی داشته باشه، مثلا نام بردیم، گفتیم زمان مناسب رو واسه گفتن موضوع مورد نظرش انتخاب کنه، با صدای نه بلند نه کوتاه و شمرده صحبت کنه. به این موضوع اشاره کردیم که مثلا از موارد دیگه که بهتون بگم، گفتیم که گوینده باید رعایت آداب کلامی کنه، مثلا افعال رکیک و نامربوط در کلامی صحبت نکنه، هرچند گفتیم یک سهم کوچیک از جامعه ما شاید خیلی علاقمندم باشه از این افعال توی مکالمه‌های روزانه‌اش استفاده کنیم، گفتیم اما جایگاهش واسه عموم جامعه نیست، چون طرف حساب ما به عنوان فروشنده عموم جامعه است، نه یک فرد از 100 نفر. و همینطور هم طرف مقابلش، یعنی سوی دیگه ارتباط کلامی، گفتیم شنونده هم باید یه خصوصیاتی داشته باشه، مثل اینکه توجه کنه به نکاتی که داره گوینده اعلام میکنه و عرض میکنه، یا با تکون دادن سر یا پرسیدن سوال تشویقش کنه یا همراهی کنه بهش. یکی از دوستان اشاره کرد که علائم حیاتی از خودش نشون بده. این حالا میتونه کامل کننده این ارتباط بشه، تقریبا میبره این گفت شنود رو به سمت یک گفت شنود مؤثر و با دوام. بودیم یه قسمت از دوباره ارتباط غیر کلامی بادی لنگویج، اون نکات عمومی که مهمه در مذاکرات اتفاق بیفته، گفتیم اولش پوشش مناسبه، گفتیم نه زیاد تنگ نباشه نه زیاد هم گشاد باشه که در هر دو حالت ذهن اون فرد رو مشغول میکنه. آیا لباسم از تنگ اذیت هم داره میکنه، هی گفتیم آسانه صبرش رو میاره پایین، هی برخوردش امکان داره تنشی باشه، از اون طرف متقابلا اگر گشاد باشه هی معذبه توی جمعی که قرار گرفته و فلان، که اگر نمیدونم. حالا یکی از نکات این بود، یکی دیگه از نکات این بود خوشبو بودن دهان بود، یکی دیگه از موضوعات این بود که مثلا حالت موها مرتب باشه توی مذاکره. حالا واسه خانم‌های ما که معذب هستن حالت مقنعه چادره این چیزی باشه که مرتب باشه، جلوی موهاشون که معمولا میرونه مرتب باشه، شلخته و جوری نباشه که اصلا من برای این مذاکره یا این گفتگو یا قرار گرفتن توی جایگاه فروشنده مناسب نیستم.
یا گفتیم که حالت قرار گرفتن بدن در مقابل اون خریدار و مشتری حالت درستی باشه. اگر پاها گفتیم بیش از عرض شونه باز بشه یا اندازه عرض شونه باز بشه، گردن کج بشه، دست‌ها بره به کمر یا به پشت، خب یک الگوی رفتاریه که داره از بالا به پایین نگاه میکنه به مشتری خودش و این سازگار نیست با روحیات اون خریداران ما. یا اینکه بخواد برعکس دستشو جفت کنه، پاشو جفت کنه، همون گردن کج نگه داره و خیلی با صدای پایین و اینها صحبت کنه، انگار نگاه برعکس از پایین به بالا به مشتری. گفتیم ما اومدیم تو حوزه خدمات اجتماعی کار کنیم، اما نیومدیم پایین‌تر از سطح مشتریانمون قرار بگیریم و همچنین نیومدیم بالاتر از سطح مشتریانمون قرار بگیریم. گفتیم اومدیم شانه به شانه مشتریان نیازهاشون رو بشنویم، نیازهاشون رو یادآوری کنیم بهشون و اون محصولاتی که در اختیارمونه متناسب با نیازشون بهشون تقدیم کنیم. اینها رو گفتیم تا برسیم به چی؟ اصول رفتار متقابل. گفتیم یک دانشمند امریکایی در سال 1950 اومده چیکار کرده؟ یک نظریه رو در دنیا مطرح کرده که خیلی گاهن مشکل گشا و کارساز بوده. اون اومده چی گفته؟ گفته که انسان‌ها از 3 الگوی رفتاری بهره مندن در روابط اجتماعی خودشون. ما داریم در رابطه با اجتماع صحبت می‌کنیم بچه‌ها. خب روابط اجتماعی با روابط فردی گفتیم در منزل خیلی فرق می‌کنه. گفتیم یک فرد در یک بیابون با هر سرعتی در یک نمیدونم کویر با هر سرعتی میتونه بتازه و هر جور دلش میخواد نمیدونم فرمون بده و دور بزنه و گرد و خاک کنه و چپ کنه حتی، چون اگر آسیب برسه به خودش رسونه. هرچند باز هم به اون فرد توصیه میکنن که آقا ملاحظه کن، مراعات کن، شاید جلوت چاله‌ای باشه، آسیب نبینی، کاری نداری. اما اون فرد با همون خودرو و اون سرعت و اون مانور در رانندگی هرگز نمیتونه با افراد دیگه توی یک اتوبان حرکت کنه، چون خب اینجاست که قانون وارد میشه و جلوشو میگیره. چرا؟ میگه آقا چون هم به خودت داری آسیب میزنی، هم به جامعه‌ای که با تو دارن از این محیط استفاده میکنن داری آسیب میزنی. خیلی باید مواظب باشی، خیلی باید رعایت کنی، وگرنه محدودت میکنیم، محصورت میکنیم. آقای اریکمن میگفتش که انسان‌ها مهمه دیگه، گفتیم از ابزارمون باید آگاه باشیم، ابزارمون اول بشناسیم بعد ببینیم چجوری اونو به کار بگیریم. اون میگه ابزار ما در ارتباط 3 تا حالت داره. میگیم ما در الگوهای رفتاری روزانه از 3 نوع رفتار، از 3 الگو پیروی میکنیم. یک الگوی رفتار کودکانه است. گفتیم که الگوی کودکانه الگویی که احساسی و هیجانیه در برخورد با موضوعات، مثل اون فردی که گفتیم پشت تا مثلا میره توی نمایشگاه ماشین خودرو رو میبینه، چشماش برق میزنه، کیف میکنه، دست میده، دستگیره رو باز میکنه، پشت فرمون میشینه، یه ادایی در میاره. احساس کودکانه است، داره بروز میده از خودش. گفتیم نوعی از رفتار والدانه است. دومین نوع از الگوی رفتاری والدانه است. والد از همون داره ریشش میاد، از ولده یا سرپرستی، از حالت میگه نقش سرپرستی داره فرد، میگه حس سرپرستی داره، حس مراقبت داره، سوال کننده است و به خاطر حقی که برای خودش قائله و سرزنش کننده است در برخی از موضوع. این افراد در جامعه معمولا گفتیم الگوهای مثل کودکانه یا والدانه، اینها در ناخودآگاه ما این حالت‌ها شکل گرفته وقتی بروز میکنه از ما. چه زمانی شکل گرفته آقای فروزنده؟ اون زمانی که کودک بودی و داشتی آموزش میدی تو بستر خانواده یا هر جایی دیگه که داشتی آموزش میدی، اون شکل از رفتار الان اینجا نمود پیدا میکنه. در مواجهه شدن با یک مشکلی نمیای اول مثلا جوانب خوبش رو مثلا ببینی بعد به اصل مشکل بپردازی. از همون اول چه کار میکنی؟ نماینده خودت رو سرزنش میکنی یا فرزند خودت رو سرزنش میکنی یا نیروی زیر دست خودت رو سرزنش میکنی. چرا اینا رو اینجوری کردی؟ چرا اینا رو به هم ریختی؟ همون الگو رو اگر آموزش بهتری میدی میومد چه کار میکرد؟ گفت چقدر خوب مثلا اینها رو چیدی، ای کاش اینها رو هم مثل اون میچید، چقدر خوب این تکالیفت انجام دادی، ای کاش اینها رو هم یه مقدار به سرسامونی بهش بدی، چقدر خوب اونجا برخورد کردی با آقای فلانی، ای کاش اینجا هم برخوردت مثل همون بود. خیلی تاثیرگذارتره تا اینکه توی برخورد با یه مشکلی یه دفعه می‌بینی مثلا مادر سیلی به گوش بچه‌اش میزنه یا بابای کربند کشیده یا علی میچرخونه
دنبال اینکه بالاخره غضب خودش رو یه جوری تخلیه کن. خب این از این. پس اینها از یک ناخودآگاهی شکل گرفت. آیا اینها میشه قابل تغییره؟ چی گفتیم؟ بله قابل تغییره، چون هر دانشی قابل اکتسابه. ما میتونیم تو این حوزه بریم دانشمون رو سطحش رو بالا ببریم، اطلاعاتمون رو ببریم بالا، مطالعه کنیم، بشنویم از دیگرانی که بهمون میگن و به کار بگیریم. اولش برخورد مواجه شدن با افراد والد گاهن سخته، خیلی سخته. کنترل کردن افراد والد تو این سطح واقعا سخته. اصلی ترین چالش گفتیم جامعه ما روبرو شدن با افراد والد، چه تو خانواده هاشون چه تو محیط کارشون. افرادی که حقی برای خودشون قائل میشن و میان برخوردی رو نابجا شاید به نظر شما میرسه اونجا انجام میدن یا سوال میکنن از شما سوال ساده میکنن ازن. چرا اینا اینجوری کردی؟ تو بلد نیستی ارتباط بگیری. به تو چه؟ خب این ارتباط آیا ارتباط با دوامیه؟ هیچ وقت نیست. گفتم خیلی سادهش، یکی به یکی میگه سلام، اون یکی چی میگه؟ علیک سلام، چیکارت کنم؟ ارتباط ساده است دیگه. گفتیم این به همین سادگی نیست، ختم شده به جاهایی که یک چشم تو چشم شدن به جنگ‌های قبیله‌ای ختم شده، به قطع شدن دست و پا و کشتن افراد مختلف که شاید میتونستن بهترین دوستای صمیمی همدیگه تو طول عمرشون باشن و از همدیگه حفاظت و مراقبت کنن. متاسفانه دامنه این اتفاق یا عاقبت این اتفاق خوبی نبوده، در حالی که میتونست یه ارتباط موثر رو با طول عمر خیلی خوب و پرقوامی هم از توش استخراج بشه. سومین دسته از این سومین نوع از الگوی رفتاری جامعه هم ایشون مشخصا میگه که افراد بالغ هستن که میتونن تعادل بین رفتارهای کودکانه و والدانه برقرار کنن. این تا اینجا اینا رو گفتیم تا به کجا برسیم؟ به هدف نهاییمون. میخوایم آشنا بشیم به تکنیک پسران والد. تکنیک پسران والد چیه؟ همون نوع مواجه شدن با افرادیه که والدن. رفتاراشون نوعی 0 و 1 به نظر ما میرسه در نگاه اول و آگاهی به این که اون فرد شاید به عنوان پدر ما، به عنوان مادر ما، به عنوان سرپرستمون تو محیط کار، مدیرمون تو محیط کار حس دلسوزی داره یا میخواد هدایت کنه اما شاید بلد نیست از آداب کلامی درستی استفاده کنه، ما رو میرنجونه. مثلا مثالی که گفتم براتون میذارم تا ببینم تو قسمت‌هایی که دارید مصاحبه میشید ببینم چقدر آگاهانه یا ناآگاهانه مسلطید برای اینکه پسران کنید والدها رو. ازتون میپرسن چی؟ میگم که فکر کنید مشتری که الان اومده توی فروشگاه یک کریمی که ازتون خریده رو پرت میکنه تو صورتتون، بهتون میگین آشغال چیه که به این فروختی؟ واکنش شما چیه؟ خب کمک کردید هر کدومتون، بعضیاتون یه موضوعاتی رو گفتیم. یه دوستی هم داشتیم یکی از جلسات آموزش بهشون گفتیم که شما چه کار میکردی؟ گفت والا آقای فروزنده من یه همچین موضوعی بر من پیش اومده، من یه بسته چای فروختم، یه نفری بود مهمون داشت از کانادا، بهم گفته بود چای خوب بده، من پروموتور فروش چای بودم، میگه چای خوب بهم بده، میخوام پیش مهمونم دیگه همچین تنازی خوبی کنم. ما هم یکی از این بسته‌های چای که در اختیارمون بود و بهشون فروختیم. چند ساعت بعدش یه دفعه دیدم بسته چای تو دستش باز داره میاد تو فروشگاه. همون لحظه لاین خالی کردم رفتم. اصلا لحظه ای رو صبر نکردم توی اون لاین که واسم باهاش صحبت کنم حتی بشنوم چی میگه. خب اینم یه تکنیکه برای مواجه شدن با افراد والد. اما ساختارن
6 تا تکنیک وجود داره برای مواجه شدن با افراد والد. 6 تا تکنیک وجود داره. میپردازیم اینا. اولین راهکاری که ارائه میشه، ببینید هر کدوم از این 6 موردی که من خدمت شما عرض میکنم، هر کدومشون میتونه شاید به تنهایی مشکل گشای شما باشه، به تنهایی میتونه راهگشا باشه، گاهن هم نه، نیازه که مکمل یک تکنیک دوم و تکنیک سوم، تکنیک چهارم، تکنیک پنجم تا تکنیک ششم رو به کار بگیرید تا بتونید فرد والدتون رو کنترل کنید و تبدیلش کنید به مشتری دائم خود، یا یک خاطره یا اثر خوبی از خودتون تو ذهنش به جا بذارید. اولین قدم در این ارتباط سکوته. بلد باشید که چند لحظه کنترل کنید در پاسخ به مشتری خودتون یا کسی که بهتون سوال میکنه، یا شنونده خوبی باشید برای چند لحظه. دیدید بعضیا تو کارنامه‌های خودشون می‌نویسن دفعه فلانی رو 30 ثانیه سر جاش نشوندم، نذاشتم دهنش باز بشه. افتخاراتشونه، سرزد تازه جوابی کنن، جواب طرفو بدن. اینجا مخالفت میکنه موضوع. میگه لازم نیست برای دادن جواب دیگران، اگر میخوای اون ارتباط با دوام بشه، اگر میخوای مشتری دائم تو باقی بمونه یا اثر خوب و موثر و تاثیرگذاری تو ذهن اون باقی گذاشته باشی که مثبت باشه، لازم نیست که عجله کنی شتاب کنی در جواب دادن بهش. هر سوالی ازت میپرسه. اما حالا طرف مقابلتون ازتون سوال میکنه، شما اینجوری هست که گاهی اوقات لبخندی هم میزنه. میگه آقا من دارم با شما صحبت میکنم، تو چرا هیچی نمیگی؟ میگی آقای فروزنده گفته سکوت. نه ببینید این 3 تا 5 ثانیه اثرش مثبته بعد از اتمام فرمایشات اون طرف مقابل، بیشتر از اون که خودش حکم توهین پیدا میکنه. انگار من بهت اهمیتی نمیدم. درسته؟ واسه ما تجربه شده دیگه. مثلا من اینا رو اومدم به پسر خودم دارم یاد میدم مثلا. حالا میرم پیش اون، ببین میگم گاهی اوقات همون اولین قدم میتونه راهگشا باشه اینجاست. میرم تو اتاقش، میرم گوشیش دستشه. میگم تو که داری بازم با گوشی کار میکنی، بازی میکنی. گوشیش میذاره اونجا، کتابشو برمی‌داره، چیزی هم انا کنترل کرد. درسته؟ میتونست غر بزنه، اینو جوونه دیگه، غر بزنه، تنش ایجاد کنه، بین ما رابطمون رو کم رنگ کنه. اما درک کتابم وقتی کتابشم دست میگیره میگن من درک متقابل دارم اصلا. چرا تو این واکنش رو داری نشون میدی؟ درسته؟ قدم دوم، آقای فروزنده ما چند لحظه سکوت کردیم، تمام نمیشه، یعنی میشه ادامه داره، ما چیکار کنیم الان؟ این هم یه راهکاره دیگه، اطلاع میدیم به حراست. نه، قدم دوم بچه‌ها سوال کردنه. سوال کردن به عنوان یک روش تحقیق. شما از همون قدم اول بچه‌ها مسیر تحقیق رو شروع کردید. از همون چند لحظه‌ای که نگاه کردید و سکوت کردید دارید تحقیق میکنید، چون نگاه کردن خودش و مشاهده خودش یک روش تحقیقه. سوال کردن یک روش تحقیقه. درسته؟ دارید بررسی میکنید ابعاد جریان رو. پس اینجا هوشیارید نسبت به اتفاقاتی که داره در دور و بر شما رخ میده و شما رو این امواج غرق نمیکنه. سوال میکنید چه اتفاقی افتاده؟ چرا این موضوع برای شما پیش اومده؟ آیا محصولی که من بهتون پیشنهاد دادم خریدی؟ آیا محصول با محصول دیگه استفاده کردی؟ آیا حساسیتی داشتید که من در جریان نیستم؟ همین سوالات میتونه در جایگاه خودش حتی به تنهایی راهگشا باشه و کنترل کنه فردی. که نمونه بهتون بگم، یه فردی وارد فروشگاه ما شد، یکی از این فروشگاه‌ها، یه نماینده ما هم میکرد، نماینده قدیمی مونه توی فروشگاه بود، یه دست تی کامل اینجوری گرفته بود جلوی ایشون، فریاد میزد این آشغالات چیه که به ما میفروشید، این نمیدونم فلانه. من اصلا خب نماینده ما نماینده فروش محصول بهداشتی بود، این محصول تو حوزه پلیمر بود و نمیدونم لوازم خانگی، کاری نداره.
یه سوال از آقا اینا از من شما خریدی؟ گفت نه از هر کی دیگه که اینجا خریدم فلان مثلا اینا. این تیتون سوال آخه این تی نیستش که توی فروشگاه ما وجود داشته باشه. اینا کجا خریدید؟ به دست طرف مون اول خیلی بد وارد شده بود توی فروشگاه. بعد بنده خود متوجه شد که اصلا این تی و بچه‌هاش از اینجا نخریدن، چون خودش هم خرید نکرده بود، ناراحت بود. به اونا هم گفته بود که ببرید برش کردیم و فلان، این نبود اون چیزی که می‌خواستن. اونا هم که زیر بار نرفته بودن، خجالت می‌کشیدن اینا، خودش اومده بود وارد عمل شده بود با یه وضعیت بحرانی. یک والد بوده دیگه، حقی رو برای خودش قائل بوده، میگفت آقا برندی که من می‌خوام اصلا این مناسب نیست، این تی نیستش که این تی مثلا ان حالا هر مشکلی هست، این تی مشکل دار به من فروختید شما. حقی برای خودش قائل و جواب می‌خواد از شما، اما بلد نیست ارتباط بگیره. یا نوع والدانه رو انتخاب کرده یا نوع کودکانه رو انتخاب کرده، خیلی احساسی داره عمل میکنه. شما بلد بشید اون دورشون. راهکار اول گفتیم سکوت، راهکار دوم گفتیم سوال، راهکار سوم تغییر موضوع. گاهی اوقات تغییر موضوع دادن یک روش بسیار مؤثر و مکمله در این که بتونیم فرد والد رو کنترل کنیم. یه مثال براتون بزنم. فکر کن با عجله داری میری خونه‌تون، تایم کاری مثلا از تموم شده، مهمانم داری، میری همون میوه فروشی محل که نمیدونم 10 سالم ازشون خرید میکنی، خیلی اعتماد داری بهش میگی آقا 2 کیلو سیب زمینی و نمیدونم سیب و پرتقال واسه من بکش، من مهمان دارم با عجله میخوام برم. خودم با تلفن مشغول صحبت کردن، میکشه و میده به تو، کارتو میدی و رمزم خودش حفظه، میزنه و بفرمایید راهیت میکنی میری. قدم میزنی میرسی خونه، میخوای کلید بندازی در باز کنی، میری این سیب زمینی خرابه شده. ای بابا 10 سال مشتری این بابا، این یه بار گفتم خودت بچین اینا رو واسم، خودت جدا کن برام. این چه بازیه سر من در آورده؟ برمیگردی چیکار کنی؟ مثل لودر از روی فروشگاهش رد شد. آقا تو از اعتماد من سوء استفاده کردی، من مشتری دائم تو بودم، اگر جنس بعد به هر کسی میدادی باید به من نمیدادی. والدانه سوال میکنیم آقای فلانی این چه وضعیه، این چه نمیدونم محصول خرابیه بهم دادی، این چه سیب زمینی خرابیه که این نایلون ریختی، این چه کار میکنه؟ چی میگه؟ خب چه کار کنم؟ برو یه جای دیگه بخر. اینجوری جواب میده. چی هوار میکنی اینجا؟ داریم کار میکنیم اعصاب نداریم. نه تو مشتریشی نمیخواد از دست بدی. سوال اول چی نگات میکنه، سوال میکنه چی شده؟ میگن سیب زمینی ها خرابه که فلان. خرابه؟ بذار این بچه بگم بیا عوضش کنیم. ببین شما امشب مهمان داری، من موزم واسم تازه رسیده، دوست داشته شد 2 کیلو موزم مهمون من داره، 2 کیلو موزم میفروشه، شما مواظب باشید. یه تغییر موضوع ساده با همون سوالی که تو گام دوم برداشتیم هم میشه تغییر موضوع رو ایجاد کرد. بچه چی؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟ نه؟ میشه دیگه با این سوال مثلا فرد وارد اتاق من میشه آقای فروشنده وضعیت نماینده چرا اینطوره؟ سکوت میکنم. چی شده؟ در مورد کدومشون میپرسی؟ میگه فلان. یاری بیا بشین چای با هم بخوریم. خبر داری نمیدونم نماینده‌های فلان کار رو انجام دادن؟ مثلا موضوع داره میره به سمت و سوی دیگه. چرا؟ چون میخوام فرد مقابلم رو آرام کنم و در محیط مناسبی برای انجام مذاکره قرارش بدم. نمیخوام دامن بزنم به بحرانی که تو ذهن اونه. حالا تغییر موضوع هم دادیم. گام بعدی چیه؟ یه تغییر آب و هواست. آقای فروشنده تغییر آب و هوا چجوری ما بدیم الان اینجا این وسط برف و بارون و اینا چجوری مهیا کنیم؟ نه همین که دعوت میکنیم فردی که عصبانی ناراحته به این که بشین
همین که میگی بذار پنجره اتاقو باز کنم یه هوایی تازه بشه، همین که یه لیوان آبی به دستش میدی، یه لیوان آب بخورید ان شاء الله حالتون بهتر بشه. این خودش همون وضعیت ایجاد کردن وضعیت تغییر آب و هوا میتونه باشه. یا با همون تغییر موضوعه، دیدی بعضی آدم خنک میکنن چجوری؟ یه بحث شوخی میکنه اون وسط، یه داره باید صحبت میکنه، یه موضوع رو به شوخی عنوان میکنه. همون تغییر آب و هواه حس حالش عوض میکنه، میبره توی فاز جدیدی. اون از اون گاردی که واسه شما گرفته یا اون شمشیری که کشیده کوتاه میاد. خیلی خوب، سکوت کردیم، سوال کردیم، تغییر موضوع دادیم، تغییر آب و هوا دادیم، دیگه چی کار کنیم؟ اینجاست که میام بهتون میگم همدردی چرا نمی کنید با کسایی که ازتون ناراحت؟ چرا درکشون نمی کنید؟ چرا بهش نمیگید میفهممت؟ اومده کرمتو مصرف کرده، پوستش کهیل شده، ازت ناراحته ها؟ منم اگر جای شما بودم همین احساس رو داشتم. واقعا ناراحت کننده است، اما میتونم بررسیش کنم، اما میتونم پیگیریش کنم، اما میتونم محصول جدیدتر بهتون معرفی کنم، میتونم اعتراضتون رو منتقل کنم. قوت قلب بهش میگه دیگه، اینجا باش همدردی میکنی، همراهی میکنی. یعنی من توی تیم تو هم، بازم نشده، همدردی هم کردیم این کوتاه نمیاد، حالا چه کار کنیم؟ یه موضوع، یک کلیدواژه، یک جمله خیلی خاص و کلیدی هست در فروش و در مذاکرات و روبرو شدن با افراد والد که خیلی اثرگذاره. بهش میگن جمله طلایی، بهش میگن. این جمله طلایی خیلی پرکاربرده. خودتون یادتون اومده یا نه؟ میخواید بهتون بگم قشنگ دستتون میاد. شاید خودتون هم استفاده کردید یا شنیدید، در مقابلتون استفاده کردن اونایی که بلد بودن. میگن حق با شماست، حق با شماست. 2 بار 3 بار تأکید کردم تو جمله ها. کسی که میاد والدانه با شما مبحثی رو پیگیری میکنه و سوال میکنه و سرزنش میکنه، قاعدتاً داره چه کار میکنه؟ حقی رو مطالبه میکنه از شما. برای خودش حق قائله که این سوال اصلا میپرسه، وگرنه ما اون ارتباطی نداشت. تو همون سوالتونم یا سکوتتون یا سوالتونم اون دستش میاد آیا این موضوع ایشون ارتباط داره یا نداره. اینجاست که این جمله کلیدی حق با شماست خیلی راه گشاه. اگر حقی داره حد اقلشون که به زبون بیاره بله حق با شماست. من هم اگر همچه اتفاق میافتاد ناراحت میشدم. نظرتون چیه که راهکار بهتون بدن برای اینکه بشه پیگیریش کرد؟ خیلی این 6 روش 6 راه حل بود، به جای اینکه ما در نگاه اول مشتریمون باهاش سرشاخ بشیم یا جمله اول مشتریمون باهاش درگیر بشیم. میتونیم اون رو ببریم به سمت سویی که اون فرد رو کنیم تبدیلش به مشتری دائممون یا کسی که حداقل اثر مثبتی رو از ما تجربه کرده در طول اون چند لحظه حیاتش. اما من یکی از همین بچه‌های نماینده فروش توی کلاس آموزش برگشت من گفت آقای فروشنده حالا ما اومدیم این 6 تا تکنیک رو به کار بردیم بازم نشد، حالا بگو چیکار کنیم؟ خیلی خوب. واقعا فکر می‌کنید دیگه تا اینجا هم یعنی لجاجت میکنه و سعی میکنه که مخصوصا اگر سنشون خیلی بیشتر باشه، یعنی اصلا
این بشنون ازت یا میگی حق با شماست اگه بهشون فوش دادی بدتر میشه. راهکارهای دیگر هم به کار بردی، هر 6 تا تکنیک رو به کار بردی جواب نداد. چه کار کنید؟ ببینید بچه‌ها یه تکنیکی تو مذاکرات عمومی وجود داره بهش میگن استفاده از نفر سوم. دیدی میری فروشگاه یارو صاحب مغازه است میشناسیش، بهش میگه آقا این پیراهنه چند، مثلا این روسریه چند، میگه مثلا 150 تومن. بابا یه تخفیفی بده. حالا منم اینجا شاگردم باید به استام جواب بدم باید حدیثی به خودم بذارم. چه کار میکنه؟ یه نفر سومی رو تو مذاکره وارد میکنه. اما خب بهتون همین بگم وقتی شما با یک تیم فروش کار میکنید شما تنها نیستید. کی گفته همه جوانب این تنش رو باید خودتون تنهایی به دوش بکشید؟ خب جاهایی شما حدود و اختیاراتی دارید. مثلا تو مرجوع کردن کالا هیچ اختیاری من ندارم. چرا باید وایسم باشه چک و چونه بزنم؟ این بنده خود علم 10 ساعت 1 ساعت و نیم مثلا داره من آقا اینو مرجوع کن. هی من دارم تکنیکای پسران والد به کار میبرم. خب باشه آرامش کردی. اما اون جواب میخواد، این محصول به دردش نمیخوره. اگر اختیارش رو داری مرجوعش کن. اگر اختیارش رو نداری باید نفر سوم رو صدا کنی. مثل مدیر فروشگاه، کسی صاحب اختیاره، کسی میتونه حل فصل کنه، مثل سوپروایزرتون، مثل ارزم به حضور شما سکیور منیجرتون، هر کسی تو اونجا هست. دیدی دو نفر بینشون اختلاف میشه، یه خواهر برادره، یه زن و مرده، یه نمیدونم هر کسی، میرن چه کار میکنن؟ خودشون نمیتونن حل کنن میرن میشه ریش سفید، میگن آقا این ریش سفید باشه فلانه، ما میخوایم رابطمون ادامه داشته باشه، هر چی اون گفت به ضرر منم بود قبوله. دیدی؟ اینجاست که ختم خیر میشه دیگه، انشالله اتفاق خوب میفته.